گفتن زن داری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ خیلی دستم نمیرسه. مردم همه میگفت این عثمان گجاده کی بزن گشته. شما بینه که عثمان در کجای مردک بزن گشته. تمام مردمی که چی ضروراتی که داشت حضرت عثمان همه ضرورت ها را حل میکرد. لیکن یگان پولش کم نشید. برعکس در عوضش الله با مالش داد، آبروش داد، عزتش داد. گفت دویم انامین نفرها گفت داخل اون خانه هستن. سیم چی گفتن حضرت؟ گفتن سیم گفتن از برای تا به اسیام کسی که از رمضان روزه میگیره. برادرای عزیز این برای ما و شما. اگر از زمره آدمای خوشگپش نباشیم، اگر سخی نباشیم، از روزش برخورداری کن. لیکن همین روزه را هم برادرای عزیز حرکت کنیم که حقیقتا بگیم که همین نامش یا اینکه بگیم معناش یا همین داشتن همین ماه مبارک برادرای عزیز به یگان زلال زیان نداشته باشه همراه خودش. ما حدیث داریم الصیام جنتون یا الصوم جنتون ما لم یخرقها. روزه برای شما سپرای مادامی که نشکنینش، مادامی نشکنینش. یعنی این سپر همیشه آدم محافظت میکنه ای همه سختی ها و عذاب ها. لیکن نشکنینش به معنای چی؟ روزدار باشی و در برابرش تمامی خصلت های بدت باشه، در برابرش غیبتت باشه، در برابرش تهمتت باشه، در برابرش حق خرید باشه، در برابرش حرام خرید باشه. این چی روزه؟ پیامبر نازنین گفتن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعام او شراب. کسی اگر در وقت رمضان دروغ قد نکنه، سخنهای درشت سخت قد نکنه، الله میگه حاجت ندارم که میخره میآشامه روزه میگیره کاری او دیگه مقصد. من حاجت به روزه آدم ندارم دیگه. برای همین رمضان این نیست برادرها که فقط من تا بگر همین گرسنه و تشنه خدمت بقبون در برابرش همه بدبختی ها را کنم. این روزه نیست. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ببینید و رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بسیاری روزدارایی هست که ای رمضان هیچی ثواب نمیگیرند. بسیاری شب زنده داریایی هست که برای اونا فقط زحمت بیداریش میرسه، هیچ نه از ثواب اجر نماز شب نمیگیرن. برای چی؟ برای در برابرش همه بدبختی ها را دارن. سیم گفت برای اینا. چهارم و صلی و ناس نیام، کسی نماز شب داره. برادرای از ما نماز تراویح مون میخونیم الحمدلله رب العالمین، میریم خانه هامون با یکون ساعته که دیگه اگر خدای مهربان توفیق داده باشه با یکون پاره قرآن میخونیم. بعد قرآن عالی مقصد پیش خوب میخیزم با تهجد میخونم. با نمازهای تهجد، نماز شب ما میخونم. این رمضان آخی همه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر گرامی چی گفتن؟ کسی شبهای رمضان شب زنده داری میکنه، یعنی با تراویح، با نماز تهجد، با خواندن قرآن، با کردن ذکر، قرآن نمیتونی ذکر وقتی با همی بگذرانه، نامه اعمال در اگر بین زمین و آسمان گناه باشه همش مغفرت میشه. برادرای عزیز این سخن پیغمبر نازنین مونه. این ماه را غنیمت بشمارید. این ماه میروه، لیکن هر کسی که اگر انجام داد و شنید و با همین شنیدگی و عمل کرد، خوش به حالش که انشاءالله تمامی کمبود خطا و لغزش همه نابود می شود. نماز شب هم برادرای عزیز ببینید که صاحباش که جا میبره
همون خانه که ارزشش دیگر اکور خدا دانای شاید یگان دانه که همون شیشکی که در همون جاست ارزش دنیا را دارد، لیکن برای این 4 نفری که در دنیا سخن نیکو دارن، مال دارن، اعمالشون سخیه، سخاوت میکنن. و دیگرش ماه رمضان با تمام قاعده و قانونش روزه میگیرن، 4 نماز شب دارن. الله مهربان توفیق ما بده که ما از این آنچه که وعده ها شید توفیق عمل کردنش داشته باشیم و الله مهربان اون وعده هایی که در این ماه مبارک است که ان شاء الله آمرزش گناه است، مغفرت گناه ما و شما هست، الله مهربان نصیب ما گردونه، محبت هامون، توفیق هامون با بدین خدا زیاد بگردونه، خیرها و احسانهایی را که حاج بابا کردن الله مهربان به درگاهش مقبول بگردونه. پیامبرمون در حدیث گفته است که هر کسی یک بنده خدا را افطار میته، همین ثواب روزه چند قدر ثوابی باشد، همون مقدار ثوابی با نفری را با الله در نامه اعمالش ضم میکنه. خدای مهربان این ثواب ها را در نامه اعمال اهل خانواده نویسنده بگردونه. اللهم اعینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. و این طعام ها و این دسترخوان ها در البته زحمت خواهرای ما، مادرای ما هم هستند. خدای مهربان این خواهرها و مادرای ما را هم ای ثواب این ماه مبارک برخوردار گرداند. اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برکت بیابید، سلامت باشیم. که وقتی که من سیر جنت کردم، وقتی الله مهربان در معراج، شب معراج، وقتی که مرا از جنتش نشان داد، من در جنت میگه یک قصری را دیدم، یک کوشکی را دیدم که آنچنان زیبا بود، گویم و ساخته شده ای از همون گویم شیشه های خیلی قیمت که میگه حتی انسان از بیرون گویا که درونش میبینی و از داخلش بیرونش میبینی. خلاص پیامبر نازنین گفتن اونهایی را که در جنت میبینی اونها را در دنیا دیده نمیشود و اونها هم هیچ وقت در ذهنی این نقشه کشوی ما هم نمیآید. وقتی که میگه ایرا پیامبر نازنین من که بیان کرد که در جنت این خیل مقصد کوشک ها هست، این خیل خانه ها هست که همه او برادران عزیز مقصد برای توده ملائکه ها نیستند، اونها را مقصد الله مهربان در داخل جنت او را پر از فرزند آدم میکنن. وقتی ایرا که گفتن، البته پیامبر اصحابش عاشق بودن، همه بگیم که طلبگار این خیل خانه بودن. میگه در همونجا مالک اشعری میگه حضور داشت، میگه قال مالک الاشعری لمن یا رسول الله، حضرت همین خانه را که وصف کردی آیا این نصیب کیا هستند، کیا در داخل این خانه می درآیند؟ برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من برای شما بیان کنم که پیامبر برای کیها این چیزا برای اصحابش یا برای ما و شما گفته گذاشتن، البته از خواندن برادرمون قاری امرالدین و از خواندن برادرای قاریایی که در اینجا داریم که درباره مادر خواندن، حقیقتا اکنون هر کسی که مادرش در قید حیات برادرها شاید وقتی این مصرع ها را گوش میکنن مثل نفرهایی که مادرهاشون گذاشتن، مثل اونها گوییم در دلهاشون یگان گوییم یگان رحمی بگیم یا غم پیدا نمیشه. وقتی که مادر میگذاشته یک سرود را، یک شعر را، یک رباعی را وقتی که در وصف مادر گوش میکنی و میخوانی، بسیار آدم برادران عزیز خیلی و خیلی پشیمانی ها قلبش فرا میگیرد. برای همین بسیار یک خیلی الله رحمت کنه این مادر هم که انشالله فرزندای خوب دارد و فرزنده هم خدمت کردن، اونها هم در فرزند خدمت کردن.
ولی اینجا جمعیتی که حضور دارین، کسایی که مادر دارین، برادران عزیز، کسایی که پدر دارین، به قدر این نعمت رسین. این برکت دنیا و آخرت شما هست. شاعر میگفت قدر مادر گر بدانی صاحب دولت شوی. قدر مادر گر بدانی صاحب دولت شوی. خاک پایش گر ببوسی داخل جنت شوی. حقیقتا برادر از به قدرش رسیدگی آدم دنیا و آخرتش آورده. و هر کسی که گویم اگر دو کفک دستی مادر طرفش برداشته شید و در حقش دعا کرده باشد، این دعا حتما فرزند داخل جنت میکنه. ما در روایت ها داریم که میگه ایسیت عشق، ایسیت آبی چشم بسیار حذر کنیم. سه آبی چشم بسیار خطرناکه. یک تاش آبی چشم یتیمه، حرکت کنین یگان یتیمه گریان نکنین. دوم اشک چشم مظلومه، یگان مظلومه، مقصد یگان کسم وقتی که ظلم میکنین، وقتی بالاش ستم میارین، وقتی زورش میه و آبی چشمش میریزه، از آبی چشمش سر بترسید. سوم گفتن از آبی چشم پدر و مادر بترسید. آبی چشم پدر و مادر هم برادر عزیز، وقتی که اگر از حسابی بگیم بی آدابی ما شود، از حسابی بگیم که بی پروایی و بی ادبی ما شما شود، این آبی چشم ما در بسیار مشکلاتی سخت میارد. برای همین از این سه چیز ما برادر عزیز بسیار پرحذر باشیم. شاعر میگو آن که نور دیده و تاجی سر است، مادر است و مادر است و مادر است. حقیقتا برادر عزیز نور دیدم هست، تاجی سرم هست. هر چیزی که اگر گویند حقیقتا مادر به این چیز برادر عزیز لایق است. الله مهربان رحمتش کنه این مادر. و جناب عبدالله ابن مسعود میگه حدیث متفق علیه است، هم بخاری و هم مسلم روایت میکنه. میگه نزد پیامبر آمد، میگه و نفر آمد، میگه و از پیامبر پرسید ایول عمل احب الی الله. میگه حضرت گفت از پیغمبر من پرسید که کدام عمل الله مهربان دوست میداره، کدام عمل؟ پیغمبر من گفتن یکم از صلات و علی وقتها، کسی نماز در وقتش خونه. الله مهربان نمازی که در وقتش خونده می شود الله دوست می داشته. گفتن ثم ایون یا رسول الله. بعد از آن پرسیدن باز کدام عمل؟ گفتن که بر الوالدین، خدمت پدر و مادر الله دوست می داره. برادر عزیز ما در روایت ما داریم بر الوالدین افضل من الصلات و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. پیامبر ما فرموده بود است که خدمت کردن مادر و پدر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، ببینید بالاتر است حتی که از زکات، بالاتر است حتی از جهاد در راه الله. خدمت پدر و مادر کردن برای من بسیار این چیز مهمه برادر عزیز. هر کسی هست به قدری نعمت برسید. کسی نیست اگه چیزی که کردیم هر کسی دعای نیکشو نگیریم دیگه جای پشیمانی نیست. لیکن کسی اگر مبادای در حیات اینها را ناراحتم کرده باشد، صاحبای کتاب میگن راه دارد که شما از این ورطه ببروید. گفتن چی خیر؟ گفتن سر گورش روید، در سر گورش روید، بالا که قبرش در تلاوت کنین، ثوابش را بر روحش بخشین و همونجا از مادر پدر عذرخواهی کنین. بگین ما حقیقتا شما را در دنیا ناراحت کردیم، ما دل شما را آزار دادیم، ما مقصد به قدر شما نرسیدیم. من گمانم همه که شما من خفه رفتگین، برای من را ببخشید. حتی صاحبای کتاب میگه در همون جمع رفته از اونا بخشش پرسیدن. برای انشاءالله گفتن شرطای دیگرش هم هست. گفتن مادرتان باشد دوگانه هاشد دایم در خانه دعوت کنید. اگر پدرتان باشد رفیقای پدرتان هم هیچ وقت مقصد از اونها رابطه را نکنید.
با این سبب ما گفتن روح مادر و پدر از آن فرزندا خرسند می شود. بیایم به سر حدیثی که برادران عزیز من در ابتدا گفتم. وقتی که حضرت وصف کردند او خانه را، او کوشک، بعدا میگه مالک اشعری گفتن حضرت این خانه در کی داخل می شود؟ آیا این را مقصد چگونه چیکار کنیم که ما صاحب همون منزل شیم، ما صاحب همون خانه شویم؟ یا حضرت صاحبای همون خانه را برای ما بگو. برادرای عزیز 4 نفری را پیامبر در این حدیث نام بردن. گفتن یکم لیمن اطاب الکلام، یکم کسانی که در دنیا برادرای عزیز همیشه سخنی نیک دارن. شما میدونید که با زبانم، با کلمه نیکم ما گروه از زیاد مردم دلبرداری کرده میتونیم. ما میتونیم که با سخن درشتمان توده زیادی مردم هم خفا و ملال کنیم. در قرآن الله برای چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. الله ربی برای کلمه فظ بینین دو چیز گفت. اگر تو درشت سخن میشدی یا اگر سخت دل میشدی، یعنی بیرحم میشدی، مردم از نزد تو همه پریشان میشد، در نزد تو هیچ کس نمیشی. یعنی پیامبر الله گفت که میدانی که در گرد تو برای چی قدر مردم جمع شدن؟ آتی اگان آدمی مالدار نبودی، پولدار نبودی، آتی تا پشت قنات اولاد و اجدادت نبود، بین یک آدم یتیم به وای رسیدگی، چرا مردم در گرد تو جمع شدن؟ زیرا که تو سخن خوب داشتی. بین سخن خوب تو و اخلاق حمیده تو مردم در گرد جمع کرد. یعنی برادران عزیز، این خانه را پیامبر گفت کدام از امت من سخن خوب دارد که همیشه مردم از اون مستفید میشوند، فایده میبرند، مردم همیشه میخواهد با او مقصد بشیند یا او در پیش یگان صحبت کند، همین خیل خانه ها را پیامبر نازنین گفتن حق همین ها هست. ما در حدیث داریم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضرتان کسی ایمانی با خدا و رسول دارد، اگر به شرط نمیدانی گپی نیک خاموش باش. اگر میدانی گپی نیک خاموش باش. اگر میدانی گپی نیک زده میتونی، گپی خوب داری، گپی خوب تبزن، گپی نیک تبزن. نمیتونی، از خودت باوری نداری، حتما آرامی را، خاموشی را برای خودت انتخاب کن. اینم انشاءالله یک درجه یا مقام داره. برای همین پیامبر نازنین میگه که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. پیامبر میگه لیس المؤمن، من مؤمن نمیشمارم. پیامبر میگه کی را؟ آن کسی که با زبانش طعان، بنده های خدا را طعنه میکنه. ببینید همین طعنه کردن هم بسیار آدمی کمتر ناموست و دینت اگر همین ننگت باشه، همین یک طعنت کنن، باور که دیگه خیلی و خیلی مانده و دیگه بسیار آزرده میشه. گفتن مؤمن نمیشمارم کسی طعنه میکند. و دویم لعان، کسی که لعنت میگه. ولا الفاحش ولا البذیء، آن کسانی که فحش میگن، سخنهای حقارت داره میگن، سخنهای بیهوده میگن. یعنی اینهایی که به این مثال گفته ها وقتی پابند باشد، اینها را من حتی گفت حضرت مؤمن نمیشمارم. برای همین برادران عزیز و گرامی، پیامبر میگه اتقوا النار ولو بشق تمرتین فإن لم تجدوا فبکلمة طیبه. حضرت گفتن اگر به نیم پاره خرما هم که باشه خیر کنین، احسان کنین. اگر همین را ندارین سخنی خوب بگین. یعنی میشود که سخنی خوبم پیامبرمون میگفت که الکلمة طیبه صدقه، سخنی خوبم برابر صدقه ثواب میگیری.
ولی همین حضرت لقمان شما دیدین برادر عزیز که وقتی که یک آدمی دانشمند بود، این پیامبر نبود. سوره ای که ما در قرآن داریم به نام لقمان میگه وقتی خوجاینش رهبرش میگه مال کشت، گفت که برای من چیکار کرد؟ برای من گفت همو پاره گوشت بهتریش بیار، آورد زبان. میگه وقتی دفعه دیگر با مال کشت با گفت که این دفعه گفت برای من بدترینی مقصد همو پاره گوشت بیار، میاره زبان. در هر دو حالت زبان میاره. گفت جناب لقمان اگه برای من شرح بده، تو آدمی دانشمندی، بهترین هم گفتم زبان آوردی، بدترین هم گفتم زبان آوردی. گفت حقیقتا اگر هرگاهی که این زبان اگر آلوده انامین بدگویی ها، آلوده طعنه‌گویی ها، آلوده لعنت گفتن، آلوده سخنهای بی‌معنی اگر نباشد، این بهترینی گویم که همون پاره گوشت است. لیکن وقتی اگر همین زبان آلوده انامین سخنهای قبیح و درشت کشید، این می شود بدترینی گویم همون تیکه گوشتی که در ما هست. برای همین برادران عزیز و گرامی، یکم نفری که داخل انامون خانه زیبا می شود، در دنیا شما سخنی نیکو بگین. در خاندانم برادران عزیز شما مقصد با سخنهای نیکوتان، شما میدونید که در همین تلفن‌های ما فرزنداتون زنگ میزنه که ای دهنی بعد پدر و مادر بیزار شدگین، ما جدا شیم، اجازت هست یا نه؟ شما ببینید که فرزندها برادر عزیز حتی شکایت میکنن که دهن پدرم یا دهن مادرم چنان مقصد زیشته، چنان بده که من فرزندام در اون خانه تربیت کنم نمیتونم. بر همین در خانه برادران عزیز و گرامی ما باید که همون سخنهای نیک ما داشته باشیم. همیشه هر یک مثال کلمه جان در هر یک فرزندامون، در هر یک معامله‌مون، امور پیامبرمون اینقدر معلم زیبا بود آخه، اینقدر تعلیمات زیبا که برای چی ما اینقدر نفرهایی شدیم که ای زبانهای ما، ای رفتارهای ما، ای خصلتهای ما از ما اینقدر یک دیگر بیزار شدگیم. حضرتی خیل نبود کو. برای همین برادرای عزیز و گرامی، این حدیثی هست که از زبان پیامبر آمده است. تو میتونی که با همین کلمه نیک گفتن، خیر گفتن، صاحب همون منزل شوی. دویم چیزی را که حضرت گفتن و اطعم الطعام، گفتن اون خانه دویم نفری را که الله مهربان صاحب اون خانه میکند، کسی هایی که در دنیا وقتی که صاحب 4 تنگه شید، طعامش مردم میخوره. یعنی در خودمان میگن بسیار مرده که دسترخوان داره، یا اگر پدرش گذاشته باشه، مادرش سخی گذاشته باشه، با همون عنوان سخیگی وصفش میکنن. میگن ما را پدرمون بسیار آدمی دست به خیر بود. یعنی این بسیار عنوانی بلنده برای آدمایی که مالدار و پول دارن. اگر به شرط همی عنوان قطعیشون نبرن افسوس میخورن، یا اگر در دنیا بگن شما که صدقه همون پولت کنه که تا همی عنوان به خودت نگرفتی، او را اولی ما کم کردگی. آدم پولدار باید سخی باشد. آدم پولدار باید مرده، مردم ما مجد میگن، اینه غربی های ما مرده میگن، اینه بعضی هاش با موسر میگن. این خیل باید نباشی. باید بگن سخی های مرده که خدا برکت بتا دستی کلان داره. انمو پولدار برای انمی خیل انسان آفرین که مردک در همینجا ایستاده علاکه آخرت چاباد خانه را بید. چکل خانه منتظر همین آدم های سخیه که از نان و آبشان مردم میخوره. مسکین ها برخوردار میشوند، بیزن ها زندار میشوند. دوره حضرت عثمان در برادر عزیز، اگر در یک جوان اینم دادر ما اوری را میپرسیدن که زن داری؟ دوره خلافت عثمان دا یا پیش از خلافت شما وقتی که حضرت ای وقت پولدار بود، میفتن زن داری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ خیلی دستم نمیرسه. مردم همه میگفت این عثمان گجاده که بیزن گشته. شما بینه که
عثمان در کجای مردک بیزنگش است. تمام مردمی که چی ضروراتی که داشت حضرت عثمان همه ضرورت ها را حل میکرد، لیکن یگان پولش کم نشید. برعکس در عوضش الله با مالش داد، آبروش داد، عزتش داد. گفت دیم انامین نفرها گفت داخل اون خانه هستن. سیم چی گفتن حضرت؟ گفتن سیم گفتن از برای تا به اسیام، کسی که از رمضان روزه میگیره. برادرای عزیز، این برای ما و شما. اگر از زمره آدمای خوشگپش نباشیم، اگر سخی نباشیم، از روزش برخورداریم کو. لیکن همین روزه را هم برادرای عزیز حرکت کنیم که حقیقتا بگیم که همین نامش یا اینکه بگیم معناش یا همین داشتن همین ماه مبارک برادرای عزیز به یگان زلال زیان نداشته باشه همراه خودش. ما حدیث داریم الصیام جنتون یا الصوم جنتون ما لم یخرقها. روزه برای شما سپره مادامی که نشکنینش، مادامی نشکنینش. یعنی این سپر همیشه آدم محافظت میکنه ای همه سختی ها و عذاب ها، لیکن نشکنینش به معنای چی؟ روزدار باشی و در برابرش تمامی خصلت های بدت باشه، در برابرش غیبتت باشه، در برابرش تهمتت باشه، در برابرش حق خرید باشد، در برابرش حرام خرید باشد. این چی روزه؟ پیامبر نازنین گفتن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعام او شراب. کسی اگر در وقتی رمضان دروغ قد نکنه، سخنهای درشت سخت قد نکنه، الله میگه حاجت ندارم که میخره میآشامه روزه میگیره کاری او دیگه مقصد. من حاجت به روزه آدم ندارم. برای همین رمضان این نیست برادرها که فقط من تا بگر همین گرسنه و تشنه خدمت بقبون در برابرش همه بدبختی ها را کنم.